اگه هر چی سرچ میکنید نمیتونید همه تغییرات مرتبط رو پیدا کنید، این پست رو از دست ندید. در ابتدا وارد وبسایت لیتمپس بشید و در اینجا قسمت لاگین رو کلیک کنید. برای نخستین بار وقتی که وارد میشید اینجا create your first litmap رو بزنید و حالا میتونید اون مفهوم محوری که میخواید روش پژوهش کنید رو اینجا وارد کنید. من مفهوم خودم رو اینجا مینویسم و اینجا سرچ رو کلیک میکنم. تعدادی از مقالات مرتبط اینجا نشون داده میشه که من میتونم اونها رو انتخاب کنم. در واقع بعضی از مقالات ممکنه برای شما آشنا باشن یا با خوندنشون شما متوجه بشید که اینها مرتبط هستن. حالا اینجا بعد از اینکه تموم شد Create Litmap رو بزنید تا نقشه اولیه شما ساخته بشه. همونطور که میبینید مقالاتی که انتخاب کردید اینجا نشون داده میشه و حالا اگر که Explore Related Articles رو بزنید میاد لیتمپس بر اساس رفرنس ها، بر اساس ارتباطاتی که بین اونها وجود داره تعدادی از مقالات مرتبط رو دوباره برای شما پیشنهاد میده. حالا اینا رو بخونید و اونهایی که احساس میکنید مرتبط هستن رو More Like This کلیک کنید. من به همین صورت ادامه میدم، More Like This رو انتخاب میکنم تا همه مقالات مرتبط رو بتونم داشته باشم. این روش اول انتخاب مقالات مرتبط. بعد از این که شما مقالات مرتبط رو انتخاب کردید اینجا Update Results رو بزنید تا یک بار دیگه براتون بر اساس چیزایی که انتخاب کردید لیتمپس مقالات جدیدی ارائه بده. باز همین چرخه رو تکرار کنید. اونقدر این مقالات رو بررسی کنید، دونه دونه کلیک کنید، چکیده هاشون رو بخونید تا ببینید که همه اون مقالات مرتبط رو روی نقشه داشته باشید. حالا که تموم شد میتونید حتی روی یک رفرنس کلیک کنید و اینجا قسمت رفرنسز و سایتیشن ها رو نگاه کنید. ببینید به اون مقاله چه مقالات دیگه‌ای سایتیشن دادن و با این تکنیک هم شما میتونید تعدادی از مقالات مرتبط رو پیدا کنید. در اینجا من تعدادی دیگه از مقالات مرتبط رو اینجا کلیک میکنم و فینیش رو میزنم. خب حالا که کار من تموم شد، همه مقالات رو شناختم، میتونم علاوه بر این همه مقالات رو بفرستم به یک نرم افزار مدیریت اسناد مثل زوترو، مثل مندلی یا نوت. تنها کافیه اینجا یه تگ بسازم، اسم تگم رو انتخاب کنم. وقتی تگ رو ساختم حالا میتونم همه مقالات رو دراگ کنم و اینجا قسمت تگ رو کلیک کنم و تگی که ساختم رو بهش بدم. پس همه مقالات انتخابی من تگدار شدن. حالا در گوشه سمت چپ اگر که این تگ رو انتخاب کنم، همه مقالات رو سلکتشون کنم، اینجا میتونم دانلود کنم. پس یک فایل دانلودی RIS یا بیبلیوتکس یا CSV رو میتونم داشته باشم. اگر RIS رو بگیرید به همه نرم افزارهای مدیریت اسناد میتونید اونو ارسال کنید. در واقع با یک کلیک ساده میتونید همه مقالاتی که در لیتمپس پیدا کردید رو بفرستید به مندلی، زوترو و نوت. اگه این پست رو دوست داشتید لطفاً اون رو لایک کنید، سیو کنید و برای دوستان خودتون ارسالش کنید.